رقص گلدخترانی انسمبل زیبا با فستیوال بین‌المللی رقص ما را متحد می‌نماید آغاز بخشید. نمره هنری نغاره بزم نام داشته موسیقی خلقی میباشد. فستیوال بین‌المللی رقص ما را متحد می‌نماید. امسال تمامی دسته‌های رقصی شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و خطلان، ولایت مختار کوهستانی بدخشان و هیئت‌های هنری کشورهای روسیه، قزاقستان، ازبکستان و مالدو را متحد نموده است. دسته‌های هنری کشورهای اشتراکچی فستیوال بهترین نمره‌های رقصی خود را پیشنهاد می‌کنند. در مراسم افتتاحی چرابینی بین‌المللی معاون اول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان عابد نظریان اشتراکچیان فستیوال را خیر مقدم گفته ذکر نمود که فستیوال بین‌المللی رقص ما را متحد می‌نماید با مقصد تحکیم و گسترش رابطه‌های سودمند فرهنگی با کشورهای خارجی، تبادل تجربه و در این زمینه معرفی هرچی بیشتر صنعت و هنر ملی دایر می‌شود. Нашему ансамблю более 76 лет. Мы активно гастролируем, принимаем участие в разных фестивалях, но в вашем фестивале мы впервые. Спасибо большое по приглашению Министерства культуры Таджикистана и при помощи нашего Министерства культуры Российской Федерации, что мы смогли приехать и принять участие в вашем прекрасном фестивале. Мы рады представить русский танец и посмотреть на народные танцы других стран, которые принимают участие в сегодняшнем фестивале. در فستیوال هنرمندان انسمبل ترانه و رقص فلویرش جمهوری مالدو، انسمبل دولتی سلطنت جمهوری قزاقستان، انسمبل دولتی خریوگرافی بیریوسکی به نام نادژدینای فدراسیای روسیه، انسمبل رقصی بهاری به نام مکرمه تورگنبویوی جمهوری ازبکستان برآمد نموده با نمره‌های جالب رقصی خود اهل تالار را مفتون ساختند. باید گفت که 13 نوامبر در تئاتر دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی مراسم پوشیده شوی فستیوال دایر گردیده به انسمبل های رقصی دیپلم و سپاسنامه تقدیم کرده می شود.